به نام خدا سلام. امروز میخوایم یه دام جالب ببینیم تو گشایش اسپانیایی، دام قلاب ماهیگیری. بیچاری 5 اسب F3 پیاده رو دارم میزنم، اسب 6 دفاع کردم، فیل به 5 میخوام مدافع پیاده تو بزنم، اما سیاه میگه A6 داری بلوف میزنی. فیل در اسب، شما باید بین این دوتا پیاده با پیاده جلو وزیر بزنید تا ستون وزیرتون باز بشه، تا اگر اشتباه هم پیاده رو گرفت با وزیر دچار چنگال از مهمتره شما پیادهتون رو پس میگیرید، برتری جزئی دارید. در نتیجه سفید قلعه میره، پس باید به پیاده دفاع بدید، مثل فیل D6 با فلش نشون دادم یا با پیاده F6. اما در این بین یک دام جالب هم داریم، به جای اینا فیل J4 میگیم مثلا اساسا اسب تو آچمه است. سفید میگه H3 میشه لطفا بلنشی یا تعویضم کنی. اینجاست که شما حرکت جالب H5 رو در اختیار داری که خب در صورت زدنش حرکت اشتباهیه. شما با پیاده پس میگیرید، ستون رخ باز میشه، وزیرتون هم هر لحظه آماده جهشه که بیاد جلوی رخ و تهدیدهای ماتی مطرح کنید. اگر اشتباها این اسب بلند بشه، وزیر 4 مات بلا دفاعه. به عنوان مثال اگر F4 بازی کنه برای اینکه از F2 یک گریزگاهی درست بکنه برای شاهش که از اونجا فرار کنه، شما عجله نمی کنید برای کیش دادن، جزه می کنید، قشنگ مسدود می کنید مسیرهای فرار را، کار تمامه، اعلام آمد. و اما حرکات درستش هم اینه که اسب بلند نکنه، سوار رو باید پس بده، نمیدونم مثلا به گسترش خودش ادامه بده، که در اون صورت هم بعد از پیاده در اسب سیاه برتری مشخصی داره. امیدوارم که مفید بوده باشه.